حقیقت بسم الله اون بود که مولانا گفت. اعتراض کرده بودن که چرا همه سنت این بوده که بگن به نام خداوند جان و خرد، به نام خداوند جان آفرین، به نام آن که هستی نام از او یافت. چرا مولانا گفته بشنو از نی؟ برای اینکه نی همون حقیقت بسم الله رو گرفته. نی یعنی من نیستم، بشنو از نی یعنی بشنو از این که نیست، از وجود خود چون نی گشتم تهی، نیست از غیر خدایم آگهی. چون که من نیستم این دم زهوست، پیش این دم هر که دم زد کافر است. گرچه قرآن از لب پیغمبر است، هر که گوید حق نگفته کافر است. بنابراین حقیقت بسم الله از هر شرابی گیراتره. و نظامی حقیقت این معنی رو اشاره کرده که نظامی جام وصل آنگه کنی نوش، که بر یادش کنی خود را فراموش. معنی بسم الله این به خاطر حق حرف بزن، جز به میل حق نجنبد میل من. حضرت مولا فرمود از زبان مولانا، جز به میل حق نجنبد میل من، نیست جز میل احد سرخیل من. پس میشی نی، از وجود خود چون نی گشتم تهی، نیست از غیر خدایم آگهی. چون که من نیستم این دم زهوست، پیش این دم هر که دم زد کافر است. دیگه شما هر کی در مقابل شما حرف زد کافر اونه، شما حقی. ذالک بان الله هو الحق، الله همون حقه. وقتی حق گفتی در واقع هر کسی در مقابل شما ایستاد ناحق. بشنو از نی، از آدمایی بشنوید که نی شدن. آدمی که نی نشده چی میخواد بگه؟ میخواد اغراض خودشو بگه، میخواد یا خودشو عرضه بکنه یا قبایی بر خودش بزنه، یه دکانی داره میخواد که یه جنسی رو بفروشه.